در دنیا تنها یک حشره دم زنگولی وجود دارد که امروز آن را معرفی روانی چی کار کردی؟ داره میخوره. بابا ما فقط یه دونه حشره دم زنگولی داریم. بالا بیا زور بزن، تسلیم کن، زور بزن، تق کن میگم. عجب نگاه کن، میگم یه دونه بیشتر نداره، تق کن میزن سرت. بقیهش کو؟ بقیهش و دیگر از همین یک دانه هم نداریم و نسل حشره دم زنگولی منقرض گردید. حالا این آفتاب پرسته کو؟ یا نرم منقرضگر کجا رفت؟ کوش اینا نگاه کن، ترسو بیچاره. Man sieht ihn die Kirche schleichen. این ترسناک نگاه میکنه. خود جنبه نداری نبید. این یک حریق جنگلی است و بیچاره. خب میخواستی خودت استتار نکنی. حقت بود. شاید از خود بپرسید که آفتاب پرستان چگونه مهارت تعویض رنگ خود را آموختند. حالا موقع امتحان عملی بچه آفتاب پرستا، گوش به فرمان من. آماده. از جلو از راست، به زرد، به نفش، به سرخ، به آبی، به زرد. اوی تو کجایی؟ چرا اشتباه میری؟ این آموزش ها در دوران سربازی حسابی به درد میخورد و اگر آفتاب پرستی در کودکی آنها را نیاموخته باشد بسیار به مشکل برمیخورد. برای صدای خونپاری میاد همگی استتار کنن. من تونلم تموم شده، شما بریم. باشه سلام. بعضی ها زبانشان نیشدار است، اما زبان آفتاب پرستان دراز و چسبناک است. تو که کل هیکلت زبانه که. زبان دراز این جاودانان باعث شده که تنبل شوند. دیگر از جای خود بر نخواسته تا برای انجام کاری تلاشی بکنند. همین موضوع باعث افزایش وزن، چربی خون و کلسترول می شود. آنها فقط با زبان میتوانند شکار با دم کرد که بابا زایمو کرد. آقا این سکانس از اول بگیریم. زبان دراز این جاودانان بسیار دردسرساز است و جمع کردن این زبان دراز خودش داستانیه برای خودش، یک داستان دراز و طولانی. اما برخی از این جانوران خوشفکرتر هستند، خیر سرشون. بعضی از آنها نیز چسب زبانشان تمام می شود. آیا شما هم از ناتوانی چسبی رنج میبرید؟ خب حقتان است، ما به شما اسپری فیس را معرفی میکنیم. این یک حشره درباز کنه است و اگر کمی صبر کنید این هم یک اسپری فیس است که با یک اشاره نسل این حشره را منقرض میکند. شما میتوانید از اسپری فیس استفاده کنید تا بر ناتوانی چسبی خود فائق بیایید. فیست اسپری این خدمت ارد باره. جان آقا جونم اگه پول آگهی که خوندم ندیم بقیهشی نمیخونم. بیا آقا جون آبرومونو نبر، بیا بالا. به این قشنگی گفتم ارد باره. گیر نده بالا خان. نه خیلی آقا کم بیشتر بود. باشه بیا بالا. خیلی خوب حالا میخونم. در گذشته از روش های باستانی استفاده میشد که 10 شایی نمیارزید. 13 14 15 16 18 بله سوسمارها در سر میخوردند و 50 آها اینجوریه که میگن زبان صورتی هیکل سبز میدهد بر باد. 50 51
آقا این که گوشه نداره. گیر نده. گوشه نداره، من نمیخوام. آقا جان همینه، من راضی نیستم، من دیگه نمیخورم.